میگم وضعیت مردم سوریه رو که میبینم خیلی دلم با حالشون میسوزه. تفلکا پا گذاشتن جاپای سال 57 خودمون. بابا میگه اون زمانا از روستا با اولاغ پا میشدیم میرفتیم سر جاده اصلی که پشت وانتی، کامیونی، چیزی خودمون رو به شهر برسونیم، تظاهرات کنیم که شاهو برکنار کنیم. امام خمینی قراره بیاد آب و برق رو رایگان کنه، همه چیز رو رایگان کنه، پول نفت رو بیاره تو جیبمون. فکر کن اون زمان گشنه و تشنه میرفتن، کیک و ساندیس هم نمیدادن بهشون. خیلی مظلوم بودن. الان رژیم عوض شده، همه چیز چند هزار برابر شده و نیست. مسئولین ما دارو وارد میکنن، بعد برای داروشون بیماری وارد میکنن که بتونن بفروشنش. هر کی اعتراض کنه میبرنش استخر، میگن معلومه تو خیلی شنامنا دوست داری. اونا خیلی